برادر گوش و گیر داستان مایان، به سونوی برج دو رفتم به زندان. که قاضی میکردند از من تو پرسان، تو را بری چی آوردن به زندان؟ گفتم قاضی دیگه گناه ندارم، گناهی ما همیز خواندیم و قرآن. گفتم قاضی دیگه گناه ندارم، گناهی ما همیز خواندیم و قرآن. و من گفتم بگو ولی چی کاری، بیا آنجا بکن انگوش نگاری. گفتم چرا کنی من گوش نگاری، تو و جرمت هنوز خبر نداری. راست بگو چقدر کشیدی تریاک، پس که تریاک کشیدی گشتی معتاد. گفتم قاضی من تریاک را ندیدم، به پیشیان کردیم من داد و بیداد. و سوی من نگاه کن ای برادر، چرا هستی ضعیف و لاغر؟ گفتم ناراحتی کلیه دارم، سری حرف مرا کردند و باور. سالی قاضی از مایان خلاشید، که مهوری شما را خوش تراشید. مرا لو کردن و بروی میدان، چه زنا چیزی بود گرفت نگوان. تنی لخت دست مسئول سپردن، فرستادن مرا به سوی حمام. لباس زندانی کردن به جانم، که تکان خورد تمامی استخوانم. گرفتار گشتم و به جرمی ناحق، در این زندانی غم تا کی بمانم. در این زندان شب و روز انتظارم، نجات ما بدی پروردگارم. مناجات شب و روزم امینه، در این زندان دیگه طاقت ندارم. حکایت داریم از دولت ایران، چقدر وقت فتادیم کنج زندان. نه قانون است نه بازخواست و عدالت، خدایا رحم کن بر حال مایان. عزیزان دوستان ملت افغان، مکن هرگز زیاد تو یاد ایران. برای ملت آواره خود، که ملت بهتره از کنج زندان. برای ملت آواره خود، که ملت بهتره از کنج زندان. سراسر تو سفر داری به ایران، هزار خوف و خطر داری به ایران. اگر از تشنگی وطن بمیریم، دیگر هرگز نگیریم نام ایران. اگر از تشنگی وطن بمیریم، دیگر هرگز نگیریم نام ایران.